سلام بچه، من امروز یه سری وسایل از یک پیج آنلاین شاپ خریدم و البته ترین لوازم رو گرفتم. ببخشید بچه، من این برادرم درشو باز کرده. لبوبو گرفتم با یک جعبه 3 طبقه‌ای که بچه خودشون یعنی از طرف پیج و به صورت شانسی هر چیزی میتونه توش باشه. من اصلا خبر ندارم، اصلا من باشون هماهنگ نکردم. و لبوبو بچه ها یه دونه هدلاین خریدم، اینم به صورت شانسی. بچه ها اگر بالای 3 میلیون ازشون خرید کنین 2 تا بازی باحالم بهتون میدن. حالا به من دادن، من 3 میلیون 4 میلیون و 500 خرید کردم. 1 میلیون این، 2 میلیون این، 1 میلیونم کیفه، 1 میلیون این، 1 میلیون این، 1 میلیونم این، 1 میلیونم این، 4 میلیون و 500 تومن. 500 تومن حالا بذار چیز جالبه. 500 تومن نمیدونم چی هست. اینه 500 تومن. اینو گرفتم، نخ مصنوعیه که بچه من طرحهاشو نمیدونم، به صورت شانسی. یه دونه هدلاین خریدم بچه، اینم مثل همین لبوبوه، فقط این عروسک داره اینجا متنوع. این هدلاین داره، ممکنه یکی از این آبیش در بیاد، یک دونه سیاه در بیاد، یه دونه زرد در بیاد، یه دونه هم سبز در بیاد، ممکنه. یعنی ما اصلا هیچی نمیدونیم که این شانسیه. بچه یکی از پرفروش‌ترین بازار برای من فرستادن. البته بچه ها به من نگفتن، خودشون برای من فرستادن. مرغ دونی برای من فرستادن، مرغ دونی و بازی چی بود اسمش چی بود بچه ها؟ اینجا انگلیسی نوشته، من انگلیسی ها زیاد ندارم. ببین میتونیم بخونین. راز جنگل. بازیش خیلی داستانش مفصله که من توی پارت بعدی براتون میذارم. بچه ها بیاین ببینیم که این توش چی هست که نه. ببین محتویاتش چیه. محتویات صفحه بازی که این صفحهشون کل مربع بزرگ است. 13 درخت که درخت هاشم ایناست، این شکلیه. بچه ها زیر این درخت ها یک سری شکله که ما باید حدس بزنیم که زیرشون چیه. 13 پولک تصاویر یعنی این. 13 کارت گنج. 13 کارت گنج. 13 پولک تصاویر چی هست؟ عیبی نداره. مهره آدمک، 6 مهره آدمک که مهره هاشم داریم میبینید تو تصویر. 2 تاستش هم اینجاست، این شوالیه‌اشه. تو پارت بعدی بچه با مهره میخوام بازی کنم و بهتون نشون میدم حتما. و اصل ماجرا اینه. این بچه من اول میخوام اینو تست کنم. اینو آموزش کنم. این نمیدونم توش چیه. اینم به صورت شانسی، همه شانسی نخریدم مثلا. بچه اینو میخوام آموزش کنم. من بچه رنگایی که دوست دارم بیفته اینجور کنم. رنگایی که خیلی زیاد بهش علاقه دارم که بیفته، این آبی دوست دارم بیفته با این مشکی. این زرد و سبز رنگ زشت نه.
خیلی قشنگه واقعا. این مشکی و آبیش دوست دارم. امیدوارم که مشکی و آبیش در بیاد، یا مشکی یا آبی. بچه من نگاه شما دیدی؟ من ندیدم. من نبادم. اسم کابل شارژرشه بچه. اینو روشن میکنم، اما الان نه. روشن میکنم توی هایلایت رینگ لایت براتون میذارم که ببینید. این سیم کابلشه بچه. من نگاه کنید چه رنگیه. این دیدین؟ این مال سپایشه که اینجوریه. من هلیکوپتر این شبیه هلیکوپتر. این بالای سقف هلیکوپتر چیزی نظرم شبیه اونه. خب میریم سراغ اصل ماجرا که میشه خودش. بچه چه رنگیه؟ ها؟ چه رنگیه؟ یس! من چقدر خوششانسم. خوشگله. چه آبی فیروزه‌ایه. خوشگله ها. خیلی قشنگه. دوستش داشتم. خب این از این آنباکسمون. بقیه‌اش میره تو پارت 2.